آدم و هوایی، محبت یوسف و زلیخایی، محبت محمد مصطفی و خدیجه کبرایی و محبت علی مرتضایی و فاطمه الزهرایی و در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیب خودش الله سبحانه و تعالی اله کرامت نماید و این کودکم خداوند خودت عمری دراز، رنگین روزی خرسندی و شادی را و کل خاندانی که در اینجا اشتراک دارند اله نصیب بداری و آرزوهایی که دارین عزیزان من، خواه دینی است و خواه دنیاوی، الله به فضل و کرمش اله برآورده خیر بگرداند. یک چند سخن درباره داماد و عروس و یک چند سخن درباره تربیت فرزند میکنیم. وقتی که انشاءالله وقت شود اشاره کنیم، انشاءالله صحبت به آخر میرسانیم. فقط آدمایی که خدمت میکنن انشاءالله خاموش آرامانه انشاءالله خدا قد گپ زنیم، چون که در اکثر ما در یوتیوب این چیزا رو میپرتاییم. اکثر مردم ها شکایت دارن که داملا جان التماس فقط گپای بلند برمده است، یک فقط از گپ نمیموند یا که گپ ادا نمیشود، فقط التماس انشاءالله خدا قد همین ترتیب انتظام رعایت کنیم. بار میکنیم در شهرها صحبت میکنیم، انسان خودی صحبت کنندم راحت میکند از شنیدنی انشاءالله قوم و جمعیت اودیتوریا انشاءالله طلب کردنش کتی چقدر گفتن میآید. اودیتوریا که بیزید شد همین داملان بیزید میشد، سکه بعد خاموش میشود، میگفته ایشم گم میکند. و در این انشاءالله عزیزانی من خدا خواهد این صحبت ها گاه میشود، این صحبت ها غنیمت است انشاءالله خدا خواهد. در برکه دیارای شما در ماها در سالها این صحبت ها میشود، نه که از این همه ما بهره بریم فایده بریم در حیات ما انشاءالله اجرا کنیم، خدا خواهد خوب میشود. من برای شما یک چند زنهای بهشتی، 5 خصلتی که در زن وجود داشته باشد عزیزان من انشاءالله او زن بهشتی است. من در این باره خدا خواهد صحبت میکنم. اولا خدا خواهد همین عروس همون از تحت دل دعا کنیم عروسی خوب شود انشاءالله، عروسی با یعنی پرفیض با انشاءالله قدم شود. بزرگان چنانی که دعا میکنن که پروردگارا همین عروسی من همین سنت از داماد میگن بینید نزد عروس درآید و دست در پیشانیش مونده همین دعا را کند پروردگارا همین زنی منه زنی با تقوا کن، اولا نماز خوننده کن، عبادت کننده کن، زنی با دیانت کن، زنی که خدمت پدر و مادر مکنه، زنی که خدمت یعنی مادر مکنه، زنی که دائم اطاعت من کنه و پروردگارا دعا کنه که پروردگارا این زنی من یعنی به حجاب، به عبادت، به تقوا، یعنی زنی یک رو، زنی سرگردان نگردان، من دایم انشاءالله یعنی همسر من همسری خوب کن گفتگی انشاءالله دعاها را باید انشاءالله داماد بکنه، چون که هممون با یک آرزو با یک نیت انشاءالله چی میگیریم؟ زن میگیریم که خدمت کند یا که اهل خاندان پدر و مادر عروس میارد که چی کند؟ همین عروس باید انشاءالله خدمت همین خاندان خدمت انشاءالله همین یعنی اهل خاندان جامعه را کند عزیزان من. یعنی 5 خصلت زنی بهشتی پیامبر اسلام میگن که ایو امرأتی کدام زنی که صلت خمسها اگر 5 وقت نماز بخوند، یک زنی بهشتی همین بوده است که عزیزان من خصلت یکمش 5 وقت نماز انشاءالله خدا خواهد در وقتش اجرا کند. عزیزانی من این 5 وقت نماز همه ما و شما جامعه فرض است، این قرض الهی است. ما شما از یک آدم قرض میگیریم تا او قرض دادن خوابو نمیبرد، طوری است خوابو نمیبرد، بی‌سلامجون میشیم حرکت میکنیم. همچنان این قرض الهی است در بالای چی؟ بنده ها. حق میگه بنده به سوی خدا چیست؟ حق بنده به سوی خدا اطاعت کردن به الله سبحانه و تعالی، ایمان آوردن و 5 وقت نماز خوندن، روزه گرفتن، زکات و حج عزیزان من بجا آوردن حق عبد به سوی خدا است. همین حق باید که انشاءالله کدام زنی که 5 وقت نماز بخوند انشاءالله خدا حجاب اسلامی داشته باشد، قرآن خوان باشد، همان زن انشاءالله مثل وعده پیغمبر جنتی است. دویم که بدست و سامت شهرها
اگر یک ماه روزه ماه شریف رمضان همین زن دارد، این در یک سال یک بار سنجش است عزیزان من. این سنجش در یک سال 11 ماه بخور. 11 ماه روزهاش روزهای اختیاری است عزیزان من. دوشنبه پنجشنبه سنت پیغمبر باشد، اکثر روزهای نفلی است. اختیار در شما، نیکن یک ماه مجبور هستیم که ما چی یک ماه روزه ماه شریف رمضان عزیزان ما بدانیم، چون که فرمان خداست. خدا ما شما را در یک سال یک ماه میسنجد. سنجش الهی کنی من 11 ماه نگه رزق دادم، زنی خوردی مزه کنی، اگه کنی یک ماه کنی طاقت میکنی نه. حالا با چی هست؟ یک عبید نمیکنی خلاص. باور میکنی یک عبید نمیکنی. و سهری یک طاقت چاش میخوریم، بگاهی 2 طاقت چاش میخوریم با کلونگری هر روزه گیری تو مردم. یک عبید نمیکنی خدا. نه همین دم فرمان خدا بجا نیاری. میگه زنی که میگه یک ماه روزه ای وای جنتی هست. این ببینید از ظالمان و اطاعت زوجها، کدام زنی که اطاعت شوهر شکند. عزیزان من زنها آگاه باشید، حق الله بالای زن حق شوهرش است. عزیزان من کسی که انشاءالله زنی که شوهرش راضی است وای جنتی است. رضای زوج میگه فی رضا الله، راضگی شوهر در راضگی خداست. و غضب الزوج فی غضب الله، غضب یعنی خدا در غضب شوهر است. بالای زنها عزیزان من بهترین حق واجب است که زن خدمت شوهرش به جا بیارد. دیگر حدیث میگه پیغمبر اسلام رضا الله فی رضای زوج، یعنی راضگی خدا در راضگی شوهر است. و غضب الله فی غضب الزوج، غضب خدا در غضب شوهر است. عزیزان من همین زنها را جنتش شوهرش است. اگر انشاءالله خدا خواهد شوهرش از زن راضی باشد، پیامبر میگه ایو امرأة ماتت و زوجها راض دخل الجنه. حدیث صحیح است. کلام میگه زنی که وفات کند و شوهرش راضی باشد وای جنتی است انشاءالله خدا خواهد. جنت زیری پای چی است؟ شوهران است. از این خواهرانی عزیز، مادرانی محترم، شما کار کنی که شوهرات ناراضی نباشد انشاءالله خدا خواهد. ببینید یک تشریف است اطاعت انشاءالله خدا خواهد. و یکی زنی چی؟ یعنی جنتی باز، یعنی فرش میگد نگاه دارنده زنی چی است؟ میگد جنتی است. یعنی زنی که مردک باز نشود. عزیزان من امروز سایدای اینترنتی میدرایی شوهر دارد با یک لبافنیک پیدا کرده است. بیچاره شوهرش در شهر روز خدمت همین خاندان همین رو بخورن و بپوشن و چندین شکایت ها چندین جنجال ها ما اشتراک میکنیم. بیچاره وای این در اینجا چیکار میکنه؟ چی کارا که دیوار بسته. این تلفنی بدبخت گاه خوب شد گاه رسوا شد. این نظانی من میگن اگر خود چه نگه دارد مرد باز نشود بزینا دست نزند وای چی است؟ او زن انشاءالله خدا خواهد جنتی است. زنی خواهر عزیز الله تعالی خدا خواهد نازک کرده است. الله تعالی همچی میگه یک گل کرده است. نگه پش برده نکه خودت در بین جامعه به قدر و قیمت نکه. یک لحظه خرسندی گفته یک عمر شرمندگی را نبرده. خواهری عزیز، مادری جان، صدای من میشنوی، تو الله خدا خواهد امانت آفرید. از قاقه چپی آدم بینید، این قاقه چپی آدم از بالای همین سینه آدم خبرگه نازک میشده است. همین نازک کشید و خدا کون گفت شو گفت فیکون زن شد. آدم وقتی که از خوابش بیدار شد که یک زنی زیبا بسیار قامت و جوستش مثل آدم بود، دید گفت که این خداوندا. گفت بکی برای کی آفریدیش؟ گفت برای کسی که همین امانت بگیرم. من میگیرمش که همین امانت من در نوزدم میگیرم که من اینم میپام میخورونمش میپوشونمش نگاش میدارم بگردن گرفت. خدا آدم ده حلالش کرد و بنیکا دادش. برای چی میگه خداوند بزرگا گفتن که از این پاچک نآفرید آدم زن؟ چون که زن بسیار خوار نشود.
برای چی ایسا نافرین گفتیان بزرگان زنکن؟ چون که تاری سری مردک با نبراید با خوجه نشد سری مرد. زن انشاءالله وزیر است عزیزان من، پرزیدنت خانه مرد است. چون که خدا قرآن نمیگه استعیذ بالله الرجال قوامون علی النساء، ما مردها را تربیت کننده آفریدیم بالای زنها عزیزان من انشاءالله خدا خط. و یکی بهترین حق مردها شما یاد نبراره که بهترین حق بالای شما حق پدر و مادرتون است. اعظم الحق، حق بهترینش پدر و مادرتون حرمت کردن است. جنت شما هم دوزخ شما مردان پدر مادرت است. اگر پدر مادرت ناراضی کردی، پدر مادرت خدا خود خار کردی، انشاءالله نماز خوان باشی نمازت قبول نیست. 50 مراتب حج برو، هر روز کم بغلان خیر احسان کن، همش دو است. یاد نبرار، چون که رضا الله فی رضا الوالدین، راضی خدا در راضی پدر مادر است. و غضب الله فی غضب الوالدین، غضب خدا در غضب پدر و مادر است. الجنت تحت اقدام الامهات، و پیغمبر جنت زیر پای چی است؟ پدر مادران است. بیا پدرک در خدا خود حرمت کن. این جنرال شدی، این پولدار شدی، این مالدار شدی، صاحب خانه و دولت شدی، از چی شدی؟ از دعای هم بیچاریکا شدی. شب روز بیچاره 5 لخت نمازک شنده دستکش بالای بچه یکم خاک اگه را زر گرده، خارش نکه، آزارش نته، حتی که خمش نبینم درد من در تیمه گفته بچه یکم نته. باور کس کو پدر آری مادر آری مهربان در دنیا نیست. این جورات همش اگر ساعتنا مصیبت اومد 1 کیلومتر میگریزن. یکان جورات حتی گردت تکونه میتیست. این جورا همش نیرنگه خلاص. پل داری، مال داری، زن داری، دختر داری، فرزند داری، جوره است. دوستان سه نوان عربی دانی، مالی و جانی و زبانی. با مالی پل بده، با جانی جان بده، دوستانی زبانی را از در بران. اکثر زبانی است. من در سرم هزارها دوستان گذراندم. دوستانی که از سرم گذراندم آخر گفتی تاجیکا خدا خواهد انشاءالله چی کارام کردن. من دوستان باور مکن با دوستان میگم کم اعتقاد در پوست است. یکی پدر چی؟ یکی مادر جان چی؟ انشاءالله خدا خواهد هرگیز باور نکنید انشاءالله مادرها تا سحر خواب نیستن، پدرها تا سحر خواب نیستن، رهی فرزند انتظارن. یا نمی رهی فرزند که زن خواب میرم ندرایم. اگر کار بده بیچاره پدر 3 بار 4 بار اومده پتیکت دیده میروه بچه یکم ماده شده ادرا که زنت خواه و افشست کرد. مادره که بیچاره پدره که بیچاره تا خاطی دور مده جاگت نداره خاطرش جمع نیست. ایسا بسیار میگم بعضی شکایت دارن موسیقی عزیزانی من، بسیاری آدم ها پنهی زنش چیز می آورد.